سرخط خبرهای مهم: بازداشت چند کارمند وزارت کارهای داخلی برای قلابی، استثمار یک زن تاجیک از جانب هموطنانش در روسیه و ترامپ دانستن انگلیسی برای رانندگان بارکش را حتمی کرد. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 1 می. آژانسی ضد فساد نسبت به چند کارمند میلیسا با گمان قلابی پرونده جنایی آغاز کرده است. در این باره آژانسی 30 اپریل در صفحه فیسبوکی خود خبر داد. به اطلاع نهاد، عبدالله‌زاده او.ان، وکالتدار کلان اپراتیوی شعبه اپراتیوی جستجویی واحد مخصوصی وزارت کارهای داخلی با یک قطار کارمندان دیگر این نهاد سخنی کرده از یک شهروند از جوابگری جنایتی و حبس مأموری آزاد کردن برادرش 200,000 سومانی طلب کرده است. در نتیجه عبدالله‌زاده با میان‌روها از این شهروند 190,000 سومانی گرفته است. حالا به گفته آژانسی ضد فساد نسبت به عبدالله‌زاده و دیگران با اتهام قلابی که به مقدار مخصوصاً کلان صادر شده است، پرونده آغاز و به دادگاه ارسال شده است. درباره بازداشت شدن و یا در آزادی بودن عبدالله‌زاده و همچنین یک قطار کارمندان وزارت کارهای داخلی که در این خبر ذکر شده است معلومات داده نشده است. نام میلیسا در سالهای اخیر بارها در قضیه‌های مربوط به فساد مالی ذکر می شود. یک زن تاجیک را در روسیه هموطنان خودش مورد استثمار مهنتی قرار دادند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، این زن 46 ساله ساکن ناحیه رودکی از سوی مرد 28 ساله ناحیه ورزو و رجبلی نام شخص که در فابریکه پایافزار براری شهر بگدانویچ ولایت سوردلو روسیه کار می‌کردند، ماه اپریل سال گذشته با بهانه کار دعوت شده بود. من بعد آنها این زن را به اثرات قرضی گرفته منتظم آن را به پول کار می‌فرمودند. به اطلاع وزارت آنها شناسنامه و دیگر حجت‌های این زن را مجبور از دستش گرفته گشت و گذارش را نیز در این کشور محدود کردند. حالا نسبت به گمان برشونده ها پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. مقامات از نام و نسب این زن و بازداشت گمانبران خبر ندادند و هم معلوم نیست که این زن چگونه به وطن برگشته به مقامات شکایت برده است. با مقصد تامین روزگار همه ساله ده‌ها هزار شهروندان تاجیکستان به روسیه به مهاجرت می روند. بعضی آنها میگویند از جانب هموطن خود به دام فریب افتادند و یا مورد اذیت قرار گرفتند. طرح زیستن میخواهم پس از فهرست زرخریدان تاجیک شماره شرکتداران زاده ازبکستان را در جنگ ضد اوکراین نشر کرده است. در این رویخط نام بیش از 1000 ازبکستانی آورده شده است که به طور قراردادی از طرف روسیه جنگیدند. این آمار در بین کشورهای آسیای مرکزی از همه بیشتر بوده است. با چه شیوه آنها به جنگ جلب شده و چه تعداد کشته شده است؟ همکارم کایو مرسیاتو گزارش می‌دهد. شماره شهروندان ازبکستان که از سال 2022 تا ماه ژانویه سال 2025 از طرف روسیه در اوکراین جنگیدند، در میان کشورهای دیگر آسیای مرکزی رکوردی بوده است. بنا بر رویخط زیستن می‌خواهم که طرح دولتی اوکراین است 1110 شهروند ازبکستان به طور قراردادی به صف نیروهای مسلح روسیه پیوسته 109 نفر آنها کشته شدند. رویخط روز 30 اپریل نشر شد. به گفته مؤلفان این رویخط پررنگ نیست و با شمول ازبکستانی هایی که شناسنامه روسی دارند، شماره واقعی زادگان ازبکستان در جنگ میتواند به چندین هزار نفر رسد. بنا به حساب آنها جوانترین زرخرید ازبک در ارتش روسیه 21 ساله و کلانسالترین آنها 62 ساله بوده است. یکی از زرخریدان پس از 8 روز بستن قرارداد کشته شده است. محققان طرح زیستن میخواهم میگویند که قصه جلب زادگان ازبکستان و تاجیکستان به جنگ به هم مانند است. صف مهاجران ازبک در روسیه کم نمیشوند و حکومت روسیه هم از این وضع به فایده خود استفاده برده مهاجران را چون بره قربانی به خط پیش جنگ میفرستد. طرز جلب مهاجران از آسیای مرکزی هم نو نیست. آنها را در جریان عملیات بازداشت کرده با تهدید راندن از روسیه به بستن قرارداد یا شرطنامه مجبور میکنند. هفته پیش طرح زیستن میخواهم آمار زرخریدان تاجیک را در صف نیروهای مسلح روسیه نشر کرد. به حساب این طرح 931 زاده تاجیکستان از سال 2022 تا ماه ژانویه سال 2025 به طور قراردادی یا شرطنامه‌ای از طرف روسیه به ضد اوکراین جنگیدند. بر اساس فهرست از این شماره تا ماه ژانویه سال 2025 196 نفر کشته شدند.
جستجوی رادیو آزادی نشان داد که بعضی از آنهایی که نامشان در رویخط آورده شده است در روسیه به جوابگری مأموری کشیده شدند یا علیه آنها سند ترتیب داده شده با تهدید و ترساندن به جنگ برده شدند. برخی دیگر هم از زندان به جنگ برده شدند. اما تعداد دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که به جنگ روسیه ضد اوکراین جلب شدند هنوز معلوم نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 28 اپریل با امضای یک فرمان اجرایی طلب کرد که همه رانندگان ماشین‌های باربر در این کشور پیش از شروع کار امتحان دانشی زبان انگلیسی سپارند. با گفته او این اقدام با هدف تامین امنیت اولیای آمریکایی در راه‌ها انجام داده می شود. طبق این فرمان وزارت نقلیات آمریکا وظیفه‌دار شده است که راهنمایی پیشینه را که طلبات دانستن زبان انگلیسی را سوس می‌کرد بکار کند. تعداد زیادی مهاجران تاجیک در ایالات متحده راننده ماشین باربر هستند، اما بخشی از آنها به طور کافی زبان انگلیسی را نمی‌دانند. با تطبیق فرمان نو احتمال بسیاری از آنها با دشواری و محدودیت در ادامه کار روبرو شوند. با در نظر داشت شمار زیادی مهاجران تاجیک در این بخش، این فرمان می‌تواند ضرورت آموزش زبان انگلیسی را در بین آنها زیاد کند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. یکم مای در تقویم کشورهای غرب اروپا چون روزی بین‌المللی مهنتکشان درج یافته است که با مبارزه‌های صنفی کارگران این کشورها برای جاری شدن ساعت کاری 8 روزه ربط می‌گیرد. آخر سال‌های 1800 آن به طلب مهم بلشویک‌ها و پرولتارها کمونیست‌های بعدی هم تبدیل شد و در اتحاد شوروی هم یکم مای چون روز همراهی مهنتکشان و روز رسمی استراحت برای تبلیغ حکومت کمونیستی استفاده می‌شد. در قانون تاجیکستان درباره روزهای عید یکم مای چون روز بین‌المللی یکدلی مهنتکشان ثبت شده روز کاری میباشد. در روزهای آخر جنگ دوم جهان در اروپا یکم مای سال 1945 در نتیجه جنگ‌های شدید در بالای بینای پارلمان آلمان نازی ریخستاگ پرچم اتحاد شوروی افراخته شد. اشغال ریخستاگ چون رمز مهم سیاسی سقوط رژیم فاشیسم ارزیابی می شود. تاریخ‌نگاران شوروی سالیان زیاد نقش تنها 3 سرباز الکسی بیرست، میلیتون کانتاری گورجی و میخائیل یگوروف را چون پرچم افروزان ریخستاگ یاد می‌کردند، ولی بعداً از نقش ملت‌های دیگر از جمله از سهم نظامیان تاجیک رجب ایشانوف، باتالیون عطا عطایف آتاقول بوستانوف چون شرکت‌داران فعال جنگ‌های اطراف ریخستاگ یاد می‌شود. یکم مای سال 1937 زادروز هنرپیشه مردمی تاجیکستان شوروی مریم ایسایووا است که برای تئاتر و کینوی تاجیک بیش از 150 نقش آفریده است. یکی از شاگردان معروف دانشگاه هنری تئاتری به نام لوناچارسکی مسکو اکثر وقت در تئاتر درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی کار کرده است. خواهرش سایرام ایسایووا هم از هنرپیشه‌های معروف است. چون همیشه در این قسمت برنامه از قرب اسعار میگوییم. قرب روبل روسی صبح امروز کمی بالا رفته 1000 روبل روسی به 134 سومانی برابر است. 100 یورو باشد به 1200 سومانی و 100 دلار 1055 سومانی مقرر شده است. این قرب رسمی است و از بانک‌های تجارتی فرق میکند. بینندگان گرامی، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خدا نگهبان.